بچه ما از خواب بیدار شدیم و همونو غذا سفارش دادیم که با فیلم ببینیم چون سال 1 بود. هورا بچه ما مهمون داریم یه ذره خرید کنیم. من رفتیم خرید کرم کارامل مونده چون میخوایم دسر درست کنیم. بچه یه نم بارونی هم داره میزنه. رفتیم خرید و بریم خونه. خوشحالی و آدم کلامداران قرار شده که از بیرون ها این آدم من میگم همین موضوع جدی دارم ببینم ما مثلا مسیری که داشتیم من یه دیپی درست کنم امیدوارم که بشه با ماست و پنیر و گردو و خیارشور و سس. حالا آخه اینا آدمایی که میدونم من خودم باید این شکلی شدن ممکنه. خب خیلی مثلا فشار عجیب مثلا طرف واقعا بیاد تو آس ممکنه دیگه یعنی یه پله‌ای براش میشه برای بهتر دیرتر به ما اضافه بشه برای اینکه کمک کنه بچه این از دسر کرم کاراملمون، اینم از دیپی که درست کردم. اینا رو که چیدیم یادم رفت ویدیو بگیرم ولی اینا خیلی خوشمزه است. سلام. مهمون اول چقدر سر تایم و عالی، واقعا عالی. مهمون دوم سلام. کوچولو دیگه به هر حال درس داره و اینجور چیزا. منظورش چیه؟ مهمون بعدی. سلام. خوش اومدی. خیلی ممنونم. خسته نباشی. اثر کار مدی. سواری خواهیم داشت. مهمون بعدی. خب مهمونای اصلی اومدن. خیلی ممنون. همه چی خوبه. مهمونام دارن میرن. خاله سایلا. اگر ما میبینه خاله سایلا من رو به فرزند بگم. آره همین میشه. تمام آشنایان از این لحظه بترسیدن. این جمع 4 نفره ما جا غیبت همتون رو میکنیم. 7:30 صبح. اینم وضعیت زندگی ما. نهار هایدا داریم.